مخرموش میشوه. این همین زنی به ادب، فاسقه، فاحشه و بدزبانه که میشناسد؟ این آیا صاحب دارد؟ ای بد اخلاق، مگر مردان خاندان شما مردند یا ناموس و شرف برایشان مهم نیست؟ پدر، برادر و حتی عمک و تواهایت کجا را نگاه میکنند که توی به ارزش از شبکه‌های اینترنتی دفع بکنند؟ مگر برای زن مسلمان همین کارهایی که تو میکنی آر نیست؟ کجا شد عفت زن بودنت؟ ای بی‌شرف، اگر فکر خودت را نمیکنی حد اقل فکر ملت تاجیک را بکن. کی و در کجا زنان ملت تاجیک تا این درجه فاحشه و بدکاره بودند که امروز تو به جهانیان معرفی کرده استی؟ پیامبر خدا درود و سلام خدا بر او باد فرمود یکی از چیزهایی که مردم از کلام پیامبران پیشین دریافتند این است که اگر حیا نکردی هر چی خواستی بکن. تو از جمله زنان بی حیا هستی، حالا هم فرصت داری از این راهی بدی که انتخاب کرده ای بازگرد، وگرنه عاقبتت وای است.